سلام، به کانال از کارخونه تا جاده خوش اومدید. امروز میخوایم یکی از حساس ترین قسمت های کارخونه آسفالت رو بررسی کنیم. مشعل وظیفه داره حرارت لازم برای درایر رو تامین کنه تا مصالح کاملا خشک و گرم بشن. سوخت مشعل میتونه گازوئیل یا نفت کوره باشه و باید با دقت خیلی بالا تنظیم بشه. اگه شعله ضعیف باشه مصالح خوب خشک نمیشن و کیفیت آسفالت میاد پایین و اگه شعله بیش از حد قوی باشه مصالح بیش از اندازه داغ میشن. وقتی این مصالح خیلی داغ با قیر مخلوط میشن باعث سوختن قیر و خراب شدن آسفالت میشن و علاوه بر اون حرارت بالا ممکنه به کیسه های بک فیلتر هم آسیب برسونه. به همین دلیل تنظیم درست شعله، فشار سوخت و میزان هوا نقش خیلی مهمی توی کیفیت آسفالت داره. اگه این ویدیو براتون مفید بود کانال رو دنبال کنید.